عرض ادب و احترام دارم خدمت کاوشگران عزیز و گرامی. باز هم با یک کلیپی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. خب ما یه رخی رو اینجا داریم دوستان، خوب توجه کنید. همینجا قشنگ توجه کنید ببینید سازه یه مقدار تقریبا تخریب شده و یه مقدارش مونده، ولی خب از لحاظ تکی باید پشتش رو بررسی بکنیم ببینیم به چه صورتیه، به چه حالتیه. از نمونه رخایی که من میگم تک مثلا واقع بشه، ولی خب این یه تیکه سنگ بوده ترک برداشته و جهتی که داره این ور مثلث اگر تو کار زیاد باشه یا حالت گبری هن، یعنی به اصطلاح یهودی هن تقریبا بعضی از کاراشون، که دقیقا همین قسمت اشاره میکنه. حالا پایین دره محدوده خیلی بالایی هم هست، ولی خب اینجا تخریب شده، تخریب کردن قبلا. این هم به عنوان این که بگیم یه سنگ هرم تقریبا، ولی خب قابل جابجاست. حالا جابجا منظورم اینه که دستکاریش کردن، به این دلیل میگم. خب یه سازه هست، حالا من کامل رخ رو براتون نزدیک میکنم که ببینید به چه صورتی. ببینید رخی که تقریبا از لحاظ اینکه میری جلو زیاد چیز نیست، یه دستکاری هایی میشه تقریبا تا حدی. خب و میریم پایین که ببینیم داستانش این شکاف پشتی چیه. خب این برش رو بگیریم ببینیم این رخی که به اصطلاح هست و زیرش رو بررسی بکنیم ببینیم چیه. آثاری از تثبیت اینا ما نمیبینیم، یعنی چیزی که به عنوان تثبیت داشته باشه نیست. هشتی شکل داخلم تقریبا میشه گفت سمت راستی داره. اینم حالا من زوم بکنم که قشنگ دیده بشه اون آثار ملات، ولی خب باید بررسی بشه که ببینیم به چه صورتی هست دوستان عزیز. آثار ملات هست، سنگچین هم هست، تک و توکی، ولی خب حجم خیلی بالایی در قسمت بالا هست. هشتی ها نباید باز باشن، حالا شاید در حد 1 متر 2 متر مثلا این فاکتور این رو داره، این هشتی مثلا این قسمت فاکتور این رو داره، ولی خب باید ببینیم بالاش چه خبره. بالاش این سنگ هاست. اینم یه گوشه از سر رخی که من گرفتم، یه چیدمانی جایگاه داره، درخش هم بادام وحشی تقریبا هست و بریم اون قسمت رو بررسی بکنیم ببینیم از یه پشت چه صورتی هست. خب این قسمت که ترک برداشته بود گفتم این یه حجم سنگ مال رخ است. این از بالا حالا تکیه داده به این سنگ بزرگ و آثاری از سنگ نگاره میبینیم. این قسمت پایین آثاری از سنگ نگاره تقریبا رو سنگ هست. این گوشه ها بالا و تقریبا نماد ایران باستان هم داریم. تقریبا این گوشه هم زده شده و این حالت به شکل کتیبه مانند است، ولی خب دوستان این تخریبش کردن. علامت یهودی
اگر توجه کرده باشید اینجا یه سنگنگاری بوده که مردم خرابش کردن. حالا نمیدونم دلیل سری چی بوده اومدن اینجا رو حفاری کردن، متاسفانه بی دلیل. درسته کار تو پشت این رخ هست ولی این اومدن بر اسناد این به اصطلاح این کنده کاری رو انجام دادن که اشتباهه. قشنگ زمانی بوده که از رنگ استفاده کردن و تقریبا میشه گفت تا این حد سنگنگاری داشته و اینا شکستن. ببینید دوستان حتی تا حد یه جوری شکل و ساختار این محیط و این سکونتگاهشون رو کشیدن ولی خب اینا تخریبش کردن متاسفانه. قسمت تخریبه، این قسمتش تخریبه، این یه گوشش بوده، این یه گوشه بوده و بحثی که برای ما هست برای این رخ چون در حجم بالا هست پس ما باید جهت دیدش رو بررسی بکنیم که میره خوره به همون حالت سنگ بزرگه ولی خب قابل بررسیه، باید بررسی بشه چون چند تا فاکتور تو این جایگاه پیاده شده و سنگای بزرگ در حجم بالا. این سنگی که شما میبینید دوستان عزیز این سنگ همون رخیه که من در قسمت بالا گرفتم. این دلیل میگم که قشنگ متوجه بشید که همه جا همه رخها به این صورت هم نیست، باید بررسی بشه. اون چیزی که تو فیلم هست یا چیزی که تو عکس هست اونجوری نیست که به اصطلاح مردم فکرشو میکنن. تا زمانی که نیای جایگاه رو نبینی متوجه نمیشه که به چه صورتی هست رخها. اینا تجربیاتی که من تو کلاسای آموزشی میذارم برای دوستان که ازش استفاده بکنن، چه رخی بار داره چه رخی بار نداره. اینجا هم یه مقدار تراشه داره دوستان عزیز، مثلث بزرگیه، کار یهودیه ولی خب یه مقدار پیشیناشون برمیگرده به 3000-4000 سال قبل. به این صورته یه دره خیلی بسیار بزرگ که آثار سکونت یا در قسمت بالاتر هست. سفالم تو این محدوده زیاده و تقریبا بسی که هست سنگنگاره یا سفال. دلیل سر اینه که گبریاست، کاملا هم مشخصه. حالا گبریای اوایل اشکانیان هست، تقریبا اوایل اشکانیان هم میخوره. سفال های دیگه هم هست، یعنی یه تمدن دیگه هم بوده و یکم قدیمی تر. به این صورته. خب سنگنگار و سفال چیز خاصی به ما نمیده تو این منطقه.